مرز آیا اینجاست ما که اسلام واقعی، ببینید اسلام کتابی همین اسلامای داعش و طالبان و ایناهای. اسلام واقعی و اسلامیه که ضرری و حتی به یک مورچه هم نمیرسه و قبول هم نمیکنه که پیامبری و یعنی من خودم بریان باشیشتون به خود فکر کردم که آیا من مثلا حالا من 50 نه حالا بگو من 50 ساله به خود فکر کردم که من 40 خورده سال سن با یک دختر 6 ساله اصلا تصور کرده نمیتونم، اصلا به هم میریزه، سر خود تکان میدم، سری یک لیوان آب سرد میخورم. من انسانم، وقتی که من انسانم چنین چیزی نمیتونم حتی به زور فکر کنم. پس اون اسلامی که شما میگین آقای رسولی، اون اسلامی که شما میگین در قرآن و در کتاب‌های احادیث وجود نداره، درست است؟ نه 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 نه، چون اینا همه کتابای شیطانیه. خب قرآن کتاب شیطانی هست؟ ببینید آیه هایی که مانند همین آیه سوره تحریم جلوتر همین برادر محترم ما خواندن، بله این صورت کاملا خب شیطانیه. سپاس از چطور شما. ما بیایم سپاس. یک جا بشینین یک سری انسانر ببینید جلو اینا رو بگیریم و اونا به جرم از اینکه اونا مسلمان هم عقیده ما نشدن اونا رو بگیریم بکشین؟ مسلمانان مثل شما جناب رسولی عزیز، مسلمانان مثل شما جایشان در زیر این پوستین در قلب ما است. ما با مسلمانان مثل شما هماغوش، هم پیمان، هموطن و همدل و همجان هستیم. هیچ مشکلی ما با دینی که خودت داری، اسلامی که خودت داری نداریم، الا اینکه خودت یک بار مطالعه کنی متوجه شوی چرا باید خدا عرب باشه. اصلا این باید برای تو سوال برانگیز باشه که چرا باید خدا عرب باشه. چرا این چرایی را باید تو خودت نال علی جان به عنوان یک فرد خردمند و چون چند بار هم روی خودت ما صحبت کردیم، همیشه آمده ما تمجید کردیم خودت را، به خاطر که واقعا انسان خوب مسلمان باشه برای ما انسان خوب است. یعنی ما عقده در برابر اسلام نداریم که اون باعث شود اگر تو انسان خوب باشی مسلمان باشی ما بازم بیایم با تو برخورد بد داشته باشم، برخلاف عملکرد ملاها و متاسفانه مؤمنین. پس شما جایتان در قلب ماست، گفتم در زیر این پوستین جایتان در اینجاست. نظر سوالی هم از حضور شما عزیز دارم. آیا شخص حضرت محمد در جوانی نماز میخواندن؟ آیا من سوال از شیخ کردم، از روحانی کردم، از چند تا شیخایی که همه داخل تیک تاک هستن سریعا مر کفر خواندن. اگر شخص حضرت محمد در جوانی نماز میخواندن در سن مثلا از سن 17 سالگی تا سن 25 سالگی و سن 43 سالگی 40 سالگی که اینا به پیامبری محسوب شدن چی میخواندن؟ و اگر نماز نمیخواندن چرا باریان بار توسعه شده که انسانها در جوانی نماز میخوانن که به کردار پیامبرانه؟ خب همین سوال من از شیخا که من کافر میکشن، از شما امیر مومنین بزرگوار سوال میکنم که ای استاد بزرگ همین سوال من را جواب بده. آیا غسل میکردن وقتی که حضرت محمد با حضرت خدیجه ازدواج کردن در سن 25 سالگی؟ اینا با حضرت خدیجه هم بستر میشدن؟ آیا نکاح خواندن؟ آیا اینا که 4 دختر از اینا بعد به دنیا آمده اینا که هم بستر میشدن آیا غسل میکردن؟ اگر غسل میکردن ترتیب غسل اینا چطور بوده؟ قرآن که بعد از 43 سالگی نازل شد، وقتی که قرآن چنین بعد از 43 سالگی نازل شد و شرایط های غسل و نماز هم که صلات به وجود آمد و چی به وجود آمد اینها قبل این شرایط چه چیزایی میخوندن، چه کار میکردن، غسل چطور میکردن و یا حق مردم چطور که محمد امین نامیده شدن. ما احترام داریم، پیامبر ماست و احترام داریم، اما خب بر اساسی که پیامبر ماست و احترام داریم سوال داریم و سوالای ما باید جواب داده بشه. اشخاص کورکا شیطانکای ما که جواب نمیدن، چون اینا همه شیطان و شیطان فساد صفتن. اینا میگن اگر ما بفهمیم که از دین خود بفهمین دیگه اینا منبع درآمد و منبع نونخوری ندارن. اینا ما را کور نگه داشتن که از ما ببخشن سواری بگیرن. اما زنده باد کاوشار که شما آمدین که چشمای ما رو باز کردین و ما از شما به طور حاجزانه و واقعا مومن یک فرد مسلمان سوال میکنم
جناب کاوش پیامبر ما از سن 17 سالگی که به همه انسان ها نماز و روزه و چی واجب میشه، آیا حضرت محمد ما نماز خواندن، روزه گرفتن، غسل کردن تا سن 40 سالگی؟ دیگه وقت عزیز قبل از اینکه سوالتان را پاسخ بدم، به عنوان دومین مسلمان معتدل، حالا این پسوندها را ما میتیم، پسوندهایی هستند که خب یعنی وجود خارجی ندارن، اما برای گفتگو مجبور هستیم بعضی اوقات پسوندهایی به انسانها بتیم. با عنوان مسلمان معتدل، اسلام معتدل ما نداریم، اما مسلمان میتونه خب نصف از اسلام نصف از غیر اسلام بگیره، در جاهای اجازه داره. با عنوان یک مسلمان معتدل، نظرتان در مورد ملاها چی است؟ ملاها را شما شیطان میبینین یا واقعا ناجی دین و ناجی اسلام و ناجی شما دوستان مسلمان؟ ملاها را مشرک و مطلقا شیطان. مشرک باز تکفیر میکنین، شما باز شبیه اونا میشین. خب نه اصلا این واقعیتیه. به خاطر که تکفیر اجازه ندارین شما. چرا؟ چون ملا اگر به خدا ایمان داشته باشه، به می الله که به زبان عربی کتاب فرستاده و کلمه بخونه، دیگه شما نمیتونین برش مشرک بگویین. خب اجازه بدین، چرا اینا جناب کاوش اثبات میکنم. ببینید اگر ما بیایم من شخص به عنوان یک شیعه مسلمان، شیعه جعفری، خب به عنوان شیعه مسلمان بیام حضرت مهدی قبول داشته باشم، خب این پس من یک شریکی به خدا انتقال دادم، یعنی ببخشید انتقال دادم میگم یک شریکی به خدا جور کردم. این حضرت مهدی 1280 سال اینا با کجا زندگی میکنن؟ اینها چی میخورن؟ یا حضرت مهدی چی میپوشن؟ حضرت مهدی زن دارن یا ندارن؟ و منی که به اروپایم به مشکل بخورم میگم یا مهدی میه به دادم میرسه. آقای ایکسی که به کابل داد میکشه یا مهدی به دادم میرسه. آقای آی که به آمریکای میه به مهدی به داد میرسه. پس این فرق مهدی با خدا چی شد؟ هدف ما چیز دیگه ای بود. هدف ما ای است که جناب علی ببینین، شما اگر مسلمان هستین منهج به نام قرآن را هم شما مکمل قبول ندارین. مکمل نه. بله. پس حالا یک راه چاره به خودتان میمونه که شما یک سوال از خودتان بپرسین وقتی که تنها بودین، خیالتان راحت بود، دغدغه نداشتین، بگین اصلا خدا فرض میکنیم وجود داره. من یک خدا ناباور هستم و با خدا ناباوری بسیار کنار میایم و خدا ناباوری برای ما بسیار موجه است. خدا ناباوری نیاز به دفاع نداره، مثل دین نیست، مثل خدا باوری نیست. اما اگر وارد بحث شوم از این تریبیون اعلان میکنم هیچ خدا باوری نمیتونه در باب خدا باوری با ما بحث کنه. نه تنهایی که با ما قدرت داشته باشم، با پویا جان با ما خدا ناباوران. چرا؟ چون ما شروط داریم برای اثبات خدا. ادله بیار ثابت کن. نتانستی انکار شدگی است. من نیاز ندارم، فقط می نشینیم گوش میکنیم که چی میگه در مورد خدا، چون وجود خدا یک ادعاست. حالا فرض میکنیم خدا وجود داره. خب آیا برای شما تا امروز سوال خلق نشده که چرا عربی باشه باید؟ چرا این همین شیخا برای ما بار کردن؟ شما یک خدا باور بیدین هستین در کل. ببینید ما به خدا ببینید جناب کاوش، ما به خدا کاملا ایمان دارم که یک شخصی هست، حالا نام خدا یا حالا شما خدا باور بیدین میشین با این اللهی که محمد آورده و رخت خواب و بخت خواب و تخت خواب محمد را آمده در قرآن معرفی کرده، این زن حلال او زن حرام، او که از دیوانیت میگه بد میکنه، ابولهب شیطان است، نمیدونم زید ابن حارثه را زنش را بگیر. دیگه خدا نمیتونه. چون خدا رو نمیتونم قبول کنم به عنوان خدا، به عنوان شما یک فرد تسلیم شده به عرب ها نیستی؟ یک فرد تسلیم شده به عرب ها و کتاب جاهلیت به زبان عربی نیستی؟ شما یک خدا باوری هستین، یک یکتا پرست هستین که واقعا جایگاهتان فراتر از اسلام هست. زنده باد. و دقیقاً چنینه. من به اون به کسی بالاخره اعتقاد دارم، حالا نامی رو نمیفهمم که چیه، بس ذهنم بزی میشه. نه ولی میفهمم که یک کسی همین کهکشانا یک نام ما براتون میگم با عنوان خدا ناباور برش میتونین بگین محرم و مرهم دلتان باشه. دقیقاً محرم و مرهم دلتان باشه، هم محرم باشه و هم مرهم باشه. این خدا باوری در طول تاریخ بوده، هست، میمونه. ما در برابرش کدام دست و پنجه هم نرم نمیکنیم و نیاز هم نداریم خدای شما را از شما بگیریم.
ما خودم زنده کنار باشی. میام با خدا. راجع به شما نماز نه. حضرت محمد هم بگین، نماز و روزه و غسل اینا که من طبق احادیث اگر بگوین، طبق احادیث اگر احادیث من بگوین، قبول ندارم. خب در قرآن نه خیر ما نداریم مسائل. در قرآن کوشن، در قرآن ما آیه داریم که برای محمد را خطاب میکنه، میگه که تو قبل از اسلام نه به خدای باور داشتی و نه هم کتاب داشتی. نه ایمان داشتی نه. بله سوره ایمان. شورای 52. خب پس حضرت زهرا، ببخشید حضرت زهرا استغفر پس وقتی که نکاح نشده، غسل نشده، پس اولادای حضرت محمد حرامی که نمیتونیم، چون حرامی کسی که محمد که پدر نداشت، مشخص محمد نباشه. اولاد نداشت. فاطمه دختر محمد نبود، فاطمه دختر شوهر قبلی خدیجه بود. به ما چنین گفتن. با این حال حرامی کسانی گفته میشن که پدر اینا مشخص نباشه. آن که پدر مشخص، مادر مشخص، اونا حالا نکاح نکردن، اونا حرامی نمیشن، قطعا حرامی نیان، چون دو انسان با هم راضی هن. وقتی که راضی هن با هم بستر میشن و از اینا طفلی به وجود میایه، او طفل قطعا حرامی نیست. بله اگه یک زنی باشه که حاملشه، پدری مشخص نباشه، خب او مشخصه که او حرامیه. و پس به این نتیجه میرسیم که حضرت محمد در سن جوانی تا سن 40 سالگی که به پیامبری محسوب شدن، 43 سالگی، اینا نه نماز میخواندن و نه غسل میکردن و نه روزه میگرفتن. وقتی گیرم با شما نمیگیرم جناب کوش، پایین لایف شما هست. تشکر از حضورتان. تشکر از حضورتان. سپاس. زنده باشید. سپاس از آقای علی. کوشم صحبت ندارین؟ خیلی کوتاه برای علی جان عزیز، همین واژه ارامی کاملا واژه هست، خیلی واژه زشت، پلید، مضر. ما هیچ انسان ارامی نداریم، هیچ کودک ارامی نداریم. اصلا باید این ارام چی شود؟ اگر در دین اسلام آمده گفته که فرزندی که از رابطه جنسی که بیرون از نکاح اسلامی به دنیا بیای اون ارامی هست، که باید فرد اول خود محمد باشه. خود محمد اولین کودکی هست که طبق همین استدلال که در دین اسلام هست ارامی هست. پس ما نداریم، هیچ کودک ارامی نداریم. میتونه کودکانی باشن که به دنیا بیاین بیرون از یک رابطه به حساب یک قرارداد اجتماعی ازدواج، میتونه این باشن. بریم طرف آقای آجی.